سلام بچه ها، خوش اومدین این ویدیو. خب بچه ها، از عنوان ویدیو فهمیدین این ویدیو چیه؟ اومدیم نگاه اکانت جدیدی که من خریدمش. این اکانت تازه من خریدم، یعنی همین 1 ساعت پیش آوردمش و اومدیم ویدیوشو به شما چی نداره و حتما من کل چیزا این اکانت رو بهتون نشون میدم. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک ویدیو هم بکوبید که سابسکرایب هم که زدید زنگوله فرق کنید که من ویدیو گذاشتم اولین نفری که با خبر باشه شما باشید. خب بچه‌ها معطل نکنیم، یک کامنت خوشگل بنویسید، بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه اولین کاری که ما میکنیم از تفنگاش نگاه میکنیم. همین اول کار خود میبینیم یه انفور طبیعتی داره که یکی از بهترین انفورهای کل بازی هست. این داخل AK47 خوبی داره به نسبت انفور این انفور خوشیله ولی قدرتش به درد نمیخوره. انفورهای خوبی داره این هم دوریده هم داره ولی ترجیحاً طبیعت بهتره. میایم با این AK47 میبینیم که به نظر خودم آتیشی هم داره ولی این از آتیشی به نظر من بهتره. میریم این تفنگ اسکار چیزی خاصی نداره، یعنی اسکار خب چیزی خاصی نداریم. گروزامون خوبه، گروزای 2 دمه داریم. یه خط مگزین اومده پایین، یعنی تیراش کمتره، همین بهتره که گذاشتیم دیگه. فاماس هم داره. خب تنها گانویری اکانت یعنی XM8 هم داریم اینجا و XM8 خوبی از خدایی. یه میایم پایین این داره دیگه، این داره یه چیز خاصی نمیبینیم. این بعدی این داره و یه وودبکر ریدار داره که خوبه. اینجا چیزایی داره دیگه، باید سری بریم. اینجا UMP ساکورو داره، UMP کارتون هم داره ولی ترجیحاً بازم اون ساکورو بهتره دیگه. MP5 داریم، 2 دمیج هم داریم دوباره، یعنی یک دیگه هم داریم ولی ترجیحاً همین بهتره. اینجا هم همین خوب دیگه. MP40 مونم MP صورتی MP 2 دمیج داریم که عالیه. بازم P90 مونم خوبه دورید، این هم خب باشه نباشه فرق نداره. تانسونمونم خوب نیست، بدک هم نیست. امدامون ولی خوبه برای فشار دادن، مثلا با دست روی تیر بلند نکنی دوریت، یعنی هر کی باشه روبروت از راه نزدیک دیگه نفسش از پا افتاده دیگه داداشم. یعنی اینجوری این هم 2 دمیج به هد خوبه و سر جوری شادگممون هم خوبه. پایین اسنایپمون بد نیست، خوبم نیست، اسنایپ گردونه است. حالا خوب دیگه حساب میشه. این هم خوبه دیگه، چیز خاصی نداریم. دیزر شمشیر هم 4 تا شمشیر خوشگل داریم، رد و برقی هم داریم ولی ترجیح همین بهتره به نظر خودم. تنها اسکین اکانتمون هم همینه. اینجا ادفون هایی که داریم، ادفون برزیلی هم داریم اینجا که خزه و رایگان. ادفون های خوبی کریمی داریم، یعنی اکانتی خوبیه. حتما از اینجا که دیدین حتما یعنی لایک ویدیو نره، دکمه زنگوله هم حتما بزنید، سابسکرایب هم بکنید که من اولین نفری که ویدیو گذاشتم اولین نفری که با خبر باشه شما باشین. خب اینجا که میبینید پیانوی این سیت خوشگل داره که من خودم خیلی ازش خوشم میاد. یعنی من اکانت داشتم 4 سال پیش، همین ست رو داشت، یعنی 4 سال پیش. چیزا خوب داره اینجا دیگه. میبینیم برزیلی زرد داره، یعنی پیران برزیلی زرد داره که برزیلی مهمار فکر کنم، برزیلی مهمار. این سه تا خوشگل میبینید، 3 تا خوشگل و گوگله. این هم داریم دیگه. میان پایینتر جوکر هم داریم، جوکر خوشگل اوکی داریم. این هم داریم، یعنی
یکم سریعتر بریم. من بچه واقعا نمیفهمم ستای بوداپست هم چجوری است. آها ستای خوب داری سری بریم. خب بچه دیگه اینجا این هم داریم که خیلی آنچنانی نیست دیگه. ستای خوب بود آدم این جمهوری هم داریم دیگه. این هم داریم تازه این ستا خوشگل هم داریم که اینجاست. این هم داریم این هم دیگه داریم دیگه. این خب ست همین کاراکتر خودشه دیگه. زنگ نزن دیگه. این ست هم داره راشی. این ست هم داره. یعنی هر ستی که من خودم یه روزی دلم میخواست اکانت هم داشته باشه این اکانت داره دیگه. بعضیشون نداره بهشون اینجا چیزی نمیاد. تو شلوارا هم چیز خاصی نیست. تو کفش هم که بازم اینجا چیز خاصی نیست. بریم داخل دنس یا همون حرکت. این حرکت رو داریم. قلب داریم. قبرا داریم دیگه. این داریم که اینجوری میکنه خنده. این میاد دیگه. اینه که خودش میمیره تیر میخوره تو قلبش. این که رپ میخونه. این گریه دست کریستیانو رونالدو داره. دست رونالدو رو به جای یکی از این دنس ها رو بیاریم. به نظر من به جای این بیاریم بهتره. این خیلی مسخره است. اینجا دست پول داریم. دست ماشین داریم دیگه. این داریم. این دیوان چایی میخوره. این که اینجوری میکنم میاد جلو میگیره میخوره میاد با این دنس دیگه. مرن کابوتی دیگه. میریم پایین یه سرگرمی یه رقص بنداری. اینجا چیز نداریم دیگه. یه ست خوشگل بزنیم و بریم داخل گانا. تفنگا رو خب نشون دادم راستی دیگه. بریم یه سری به پروفایل اکانت بزنیم. 8088 لایک داره. یعنی بطه رویال 16 بار ایرو شده. یعنی گروهشم 16 بار دوباره که گوریش از سیزن 7 بازی. یعنی داخل بازی اکانت اکادمی هم 3 تا بویاپس کدیمی هم داره. اکانت خوبی هست. 3 تا بویاپس کدیمی که من خودم نمیدونم 3 تا بویاپس چه ستایی هستن. اسم اکانت هم خوب نوشته آیفون 15 پرو نوشته دیگه. خب چیزی نمونده از این اکانت. هر چی داشتیم نشونتون دادیم. لایک ویدیوتون نره. قیمت اکانت هم البته توی کامنت ها بنویسید. لایک ویدیو هم بزنید. سابسکرایب کنید. ناکه زنگوله هم روی آل بزنید که من ویدیو گذاشتم با خبر باشه شما میشین. حتما هم که جم خواستین میخواید دنبال سایت معتبر هستین. لینکش هم داخل بخش توضیحات هم داخل کامنت ها گذاشتم. من خودم جم میذارم براتون. اگه واسطه میخواید من خودم واسطه گرم میکنم. اگه خواستی اکانتتون هم بفروشین به من داخل روبیکا پیام بدید. لینک کانال رو میذارم. به ادمین پیام بدید و عکساتون رو دریافت میکنم و داخل کانال میذاره. کانال هم تازه زدیم و اکانتتون به فروش میره. معطل نکنیم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار شما. بای بای.